درود و سلام به یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم همگان صحتمند و سلامت هستید. شکری پروردگار کریم منان که باز به دیدار هم رسیدیم. حالا برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را من شوکت محمد برایتان پیشکش میکنم. توجه کنید به سرخط موضوعهای امروزه. فشار مقامات انتظامی به خانواده اعضای حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. در پاستگاه نظارتی آیبک در سرحد تاجیکستان و ازبکستان 250 ماشین های بارکش جمع آمده اند. وعده مقامات: سرعت اینترنت در تاجیکستان بلند می شود. هم شمار طلاق و هم شمار نکاح در تاجیکستان کم شده است. شروع میکنیم به موضوع اساسی برنامه امروزه. مقامات تاجیکستان فشار بالای اعضای حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و خانواده های آنها را رد میکنند. اما مسئولین این حزب از فشارهای نو و گسترده خبر میدهند. امروز وزارت عدلیه تاجیکستان دعوای رئیس حزب سوسیال دموکرات رحمت الله زایروف را رد کرده گفت که به یگان نهاد دیگر از جمله به دست ماموران میلیسا روی خط اعضای این حزب را نداده است. قبلا رحمت الله زایروف گفته بود حساباتی را که با طلب وزارت عدلیه به این نهاد فرستاده اند به دست ماموران میلیسا رسیده است و آنها از روی آن اعضای حزبش را تعقیب می کنند. تماشابینان گرامی، اول گزارش همکارم در این باره را میشنویم، بعد موضوع را ادامه میدهیم. دعوای رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که ماه ایون گفته بود حساباتی به وزارت عدلیه داده‌اش را در دست ماموران میلیسا دیده است و بر اساس این حسابات اعضای حزب تعقیب می شود، وزارت عدلیه تکذیب کرد. اسدالله حکیم زاده معاون وزیر عدلیه امروز 13 ایول ضمن نشست خبری به خبرنگاران گفت که حسابات حزب سوسیال دموکرات را وزارت عدلیه به یگان مقامات دولتی پیشنهاد نکرده است. حکیم زاده گفت حسابات پیشنهاد کرده حزب ها از جمله حزب سوسیال دموکرات برای استفاده خود وزارت است و آن به دیگر نهادهای دولتی پیشنهاد نمی شود. با گفت معاون وزیر عدلیه حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با آنها درباره تعقیب اعضای حزب و پیشنهاد حسابات آنها به دیگر نهاد یگان مراجعت نکرده است. یادآور می‌شویم که ماه ایون رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از آن نگرانی کرده بود که تعقیب اعضای حزب بر اساس حسابات صورت می‌گیرد که این حزب به وزارت عدلیه داده بود. با گفته زایروف حساباتی را که درباره حزب و اعضای آن به وزارت عدلیه پیشنهاد می‌کند در دست یک میلیسا دیده است و گویا از راه آن به طرفداران و اعضای حزب کار می‌کند. در این حسابات به گفته آن نام و نسب اعضا، جای زیست و جای کارشان نوشته شده است. حزب‌های سیاسی در تاجیکستان بر اساس قانون باید هر سال درباره فعالیت خود و تعداد اعضا به وزارت عدلیه حسابات دهند. بینندگان عزیز، چنانه که از گزارش همکارم شنیدیم، وزارت عدلیه بدون هیچ ایذا کشیدن تسلیم روی خط اعضای حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را انکار کرد. باز نام این وزارت عدلیه است. عدلیه. اگر شما روی خط را نداده باشید، در اداره پلیس آن روی خط چیکار میکند؟ از کجا پیدا می شود؟ ببینید، انکار وزارت عدلیه از تسلیم کردن نام و نسب اعضای حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به پلیس در حالی است که در گفتگوی تلفنی با پیام محمورات آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان خبری در دست ماموران پلیس روی خط اعضای این حزب را دیدن زایروف را تصدیق کرد و گفت رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با ماموران پلیس وارد بحث شده از آنها پرسیده است روی خطی که باید در وزارت عدلیه باشد چگونه به دست آنها فرآمده است. ماموران پلیس از پاسخ خودداری کرده اند. در اصل استاد رحمت الله زایروف در دست یک از ناظران منطقه سینودو نسخه همون نامنویسی که حزب سوسیال دموکرات در وزارت عدلیه پیشنهاد کرده بود همین رو
با چشمان خودش دید و حتی با همین پری سوالم داد که شما از جای این ورقه رو پیدا کردید که این تنها در وزارت عدلیه میست. اینها در جواب به جواب ماندن، جواب نگفته. ما اینا اکنون نصیب باشه شورای اولی ده، شورای سیاسی حزبی ده مطرح میکنیم، چون که حالا بعدی کسری من همین کرونا ویروس نشستن ما لازم ندونستیم، چون که این سلامتی از همه چیزی گرانتر می باشد. بالاخره البته ما اینا با میرسونیم، تا آخر میرسونیم، مطرح میکنیم، یعنی که اثبات میکنیم که اینو کردن و نکردن. ببینید تماشاگران گرامی، در همه حالت این گونه مناسبت های خیانتکارانه وزارت ها و عموما حکومت تاجیکستان به چشم میرسند. مقامات همواره فشار بالای دیگر اندیشان را رد میکنند یا میگویند که به ما چنین شکایت نشده است، ما ندیدیم، جانشان خلاص. محمورات آدینایف، معاون رئیس حزب 100 دموکراتی تاجیکستان، در صحبت تلفنی با ما از به خانه اش رفتن 2 مأمور میلیسه و فشار تهدید آنها به اعضای خانواده اش خبر داد. آدینایف گفت که مأموران میلیسه روز 11 ایول ساعت 14:40 به خانه استقامتی او رفته بدون اجازه وارد خانه شده اند و مادر و 2 برادرش محمد یوسف و محمد طاهر آدینایف را بازپرسی و تهدید کردند. آنها همچنین دعوا کردند که میخواهند خانه و حجتهای خانه را تفتیش کنند، در حالی که هیچ اجازتنامه برای این کار نداشتند. ماموران از آنها حجت خانه و شناسنامه طلب کرده، بنابر شناسنامه نو کهنه داشتن محمد طاهر او را به جریمه کردن تهدید کردند، در حالی که قانون به گفته آدینایف 2 سال دیگر مهلت شناسنامه کهنه را پیش بینی کرده است. همچنین به گفته معاون رئیس حزب 100 دموکراتی تاجیکستان، برادرش محمد طاهر دردمند بوده، بعد فشار و زورآوری مأموران میلیسه وضع سلامتیش بدتر گردیده است. محمورات آدینایف به ما گفت که این 2 مأمور میلیسه با رئیس محله حتی حجت‌های خدمتی خود را نشان نداده اند. نخواه که شما دیده ایدونسته خانه برادر من، خانه مادر من روی اومده تا برادر بیمار دارم وش از ترس همینه زنش 6 کودک مرد. من محمد یوسفش، این محمد طاهرش وای بیچاره قرآن میخوند، وای بینید که چیکار میرود حجت‌های خانه بیار، چیکار میکنه حجت خانه بیار، پاسپورتاتو نبیار، یعنی که شناسنامه اینا پیشنهاد میکنن، مرمت میگن همه چی داریم. حاضر مهلتی و 2 سال دیگه پرزیدنت جنوبی پرزیدنت پیشنهاد که وای کردگی است، یعنی که بررسی کردگی است، مهلت دادگی است. شما چیها میگید؟ مجبور میکنن که ما شما حقوق ویران کنی ماموری قطعی، یعنی که ایدار میکنیم. رئیس محله میگه شما چیکار کردید؟ من خونی خودم من روز میتیه، یعنی که همین حال با من اومدم. در اومدم من ایدن چشمشون اینو انتظار نبودن که من میبیام. اینو میخواستن این بهونه قطعی پچخ کنن، ترسونن، یعنی که گوین که اکرات گابزن از همین روحش گردد، از حزب سوسیال دموکرات دست کشد. او معاون رئیس است، او بخش سیاسی در همین آدم باور کرده شده است. لیکن من گفتم که برادر شما اجازت حقیقتی در اومده و من این دروازه دارم، دروازه من رقم دارد، میتونه داره تق تق زنید بگذار حجت شما رئیس محله شده نمیتوند. رئیس محله کی است خودش که با رئیس محله وارد منزل ما میشد و خانه در اومده برادر مرا از خانه بیرون میبرید. اینا کی به شما اجازه دادگی است؟ یعنی که من تلفنی باوری وزیر کره داخله رمضان همرویویچ مسئولی که یک بانوی زیبا بود، من گفتم که شکایت میکنم، 3 روز مهلت دادم برای دیده برآمدن سنجیدن عرضه شکایتی من. گفتم که من این یکی از اینها نامش سعیدو فامیلش، نامش بلالدین میگه لیتنانتی کلان که امروز این تعیین شده باشد ناظر منطقه جماعت حصاری خودی حیاتی نو. دیومش دیلویف بوده است و هم لیتنانتی کلان. اینش علیو سیفیدین بوده است. او شما شناس شدن آمدید یا اینکه پاسپورت رژیم گفته آمدید؟
دیگه سرحسابشون رو گم کردن. وقتی تلفنی باوریا در دستشون دادم گفتم که خودت شناس کن، این بونو گفت زدن که تو کدوم منصب داری کی تو را اجازه داد اینجا بیا. من همین برای شناس شدن و من میخواستم همین مردمی نو خطی شناسم، من نو اومدگیم و همین خیلی بهونه خطی گپ در سری همین میرود که یکمش که این حقوق پاسپورت دیدن ندارن، چون که اینجا اون حالتهای فوق العاده کامندانسکی چاس شدگی نیست. نوزری منطقه می همین یک مجلس یا وای میکند بر همه یک دعوت میکند رئیس و خونوی هر یک از در اومده بر اومدن و من زن و کودک دارم اونجا، همه میدونند که من سیاست مدارم، اینا جای پای من دیدن میدورد می که در حالت یگون حالتهای فوق العاده یعنی که بالای به سر من بیارد. معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان این همه فشارها را به آن ربط می‌دهد که مقامات گویا پی برده اند که در انتخابات پرزیدنتی امساله محمود آدینایف همچون نامزد به مقام رئیس جمهور از جانب حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیشبری می شود. من نگرانم تنها به خاطر آنکه یگانه نفری که من گرد اطراف استاد میگردم، استاد با من گوجوی که رو تقدیر قسمتی وای حواله کرده شدگی است، یعنی که من هیچ وقت استاد نیمی رو نپرتافتم، این نخواهم پرتافت، این همه میدوند. شاید انتخابات در پیش ساده پرزیدنتی هم اینو نگرانی کرده باشد برای حرکتاشون دیگر میکنن، چون که یگانه نفری که با استاد نزدیک هستم این منم. شاید اینو گوششون و فکرشون و خودشون باشد که شاید من باشم اون نفری که نامزد به پرزیدنتی میروم از طرف حزب سوسیال دموکرات. اینا من گفتن نمیتونم، من هستم یا نیستم، چون که چنین جوانمردو ما بسیار داریم. این نماینده حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از تمام سازمان‌های با نفوذ بین المللی دفاع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد طلب کرد که به مشکلی او و حزبش رسیدگی کنند، مشکلات سیاسی در تاجیکستان را مورد سنجش و تحقیق قرار دهند. روزی نیست که خونه ما یا اینکه کوچه من اگر باور کنید من روی روز گام میزنم، روزی آخر من کودکام یک هفته با یک بار خونه کشاورزم رفتم میبینم. من حاضر خلاصه برو بردم که زن و کودکام بیارم و گپ زنم و تاکید کنم که من زن و کودکام میبرم. من از کسی قرضدار نیستم، من جنایتکار نیستم، من از کسی نمیترسم، من چه با کلاشکا بنزین قطعا میبیام. من نمیگم که هدفی من چیست، لیکن منم جوان مردم، ننگ و ناموس من هیچ کی پایمال کردن حقوق نداره. از حق من باید تمام سازمان های ملل متحد، سازمان هایی که عاید حقوق انسان پرنفوذ ترین در اروپا امریکا باید من حمایت کند، برقرار کند، از جمله سازمان های امروزی که در تاجیکستان با نام عاید حقوق انسان یعنی که عملی می شود، عملی هست. من نمیبینم میگم اینو میلیون پول میگیرن، اینو پولا اینو برای چی باید صرف شود؟ من امروز حیرانم، اینش گنده وایش گنده، اینش گنده، اینش کدام این نغز است که من برودم. خود هم باشه سری وقت است من التماس میکنم که کنستیتوسیا قانون رعایت کنم. از حق من خودی اونها نفرانی که با نام مقامات قدرتی است دفاع کنند، همچون سیاستمدار و همچون شهروند. چنانی که اگر سیاستمدارا از جمله عثمانوف من دیگر رو که قدر قیمتی خودشون نزدیک خودشون دارن یک شروع تشکیل کردگیان، ما نیز مثل اینها انسانیم، تنها هدف و مقصدهای ما دیگر است. ما برای آسایشتگی میخواهیم که در بین ملت جای پای خودمون داشته باشیم. ما هم میتونیم که ملت یعنی که دولت اداره کردن میتوانیم، فقط ما آرام گذارن. اگر که نگذارن به تمام سازمان های عاید حقوق انسان با نفوذترین در اروپا، در امریکا که امروز عملی دارند و ما رو میشنوند و با کلی مردم تاجیک رسیدگی میکنن، بار دیگر خواهش احترامانه خواهش میکنم که پس همین کار گردن، تحقیقات گذارونن، خیلی از ما جدا کنن که من هم مثل بزرگ مهدی عارف نشوم، مثل زاید سعیدوف نشوم و مثل دیگرانی که من نام برده همه اینا کردن نمیتونم نشوم. احترامانه خواهش میکنم بار دیگر. تماشاگران گرامی، شما از زبان شخصی که در داخل تاجیکستان هست، در داخل تاجیکستان فعالیت سیاسی برده ایستاده است، احوال فضای سیاسی تاجیکستان را شنیدید.
گوساله های فرمه جواب همیشه در پاسخ به انتقادهای مخالفین، فعالان و روزنامه‌نگارانی که در خارج قرار دارند یک پاسخ دارند: از بیرون استاده داد و وای نکنو، مرد باشه بیاد در داخل گپ زند. البته این یک حرف و دعوتی احمقانه است که نمیتواند بجز گوساله فرمه از زبان کسی دیگری صدا دهد. ولی اینجا دو نقطه هست که باید توجه شود. نقطه اول این است که این گوساله ها جز آنچه مقامات به آنها میگویند از پیش خود به چیز گفتن و نوشتن حق ندارند. یعنی مثل توتی هستند که هرچی برایشان گفته شد تکرار میکنند. بنابراین این حرف ها حرف آنها نیست، حرف مقامات است. نقطه دیگر این است که این حرف ها بعضا از نام پادبان های فرمه در سیمای بعض دکن ها و کتابدارها و حتی محرران بعض نشریه ها گویا غیر حکومتی و غیره ها که خود را نشرمیده زیایی می نامند شنیده می شود. یعنی این حرف ها را آنها سلاح خود می شمارند و به این نظرند که با این سلاحشان مخالفان را ملزم کردند. البته پاسخ به این دعوای احمقانه کاری عاقلانه نیست، اما از طرف دیگر تا زمانی که با انسانهای ابله با زبان خودشان گپ نزنی نمیفهمند. گوش کنید، مالکان این چوجه های فرمه جواب: ما به تاجیکستان نآمدیم، اما اعضای حزب 100 دموکرات که 10 مخالفان در خارج بوده میگفته را نمیگویند در داخل کشور قرار دارند و تا حد امکان حرفهایشان را مردانوار گفته ایستاده اند. ولی شما نامردها چیکار کردید؟ چیکار کردید؟ این پیرزن مادر محمورات آدینایف که سینش شاید 80 باشد، شاید تگ 90 باشد، چه گناه کرده است؟ برادری دردمندش شما را چیکار کرد؟ شما را چیکار کرد که به خانه این پیرزن میروید و به او فشار میارید؟ خیر، شما میگویید که مخالفان بیرون بوده گریختند، برای همین به نزد خانواده اشان میروید. ولی آدینایف که در کشور است، چرا حرفتان را به خودش نگفته نزد مادر پیرش میروید؟ چرا؟ پاسخ دارید؟ ندارید. پاسختان لازم هم نیست، چون که همه میداند چرا شما این کار را میکنید. چون که نامردید. زور شما تنها به کمپیر و زن و کودکان میرسد. از 10,000 گوساله و پادبان فرمه 1 نفر جرأت نزدیک شدن به سرحد قرغیز را ندارد. حتی دل گرده‌ای درباره نزاع سرحدی حرف زدن را ندارد. یک بار گروهی اوانگارد فرمه را که خانه به خانه مردم گشته به همه درس وطنداری دادن میخواهد، به وارخ برده 1 شب در نزدیکی سرحد خوابانید. کو بینیم چند تایش ازارش را تا سحر خشک میرساند. بدانید این مخالفین و مجاهدین بودند که سرحدها را حفظ میکردند. میرزا زیایف بود، حاجی حلیم بود که همین که از دوشنبه به سمت اسفره حرکت میکردند هنوز به انقبه انزاب نرسیده همسایه های غاصب چند دهه نزد مرزیشان را خالی مانده فرار میکردند. اکنون روز شما به همین طلبک و سعدی و چند ژورنالیستی کاسلیس مانده است که از خودشان ژورنالیستی آزاد، زیایی، باز کیمچی های دیگر میتراشند. روز شما به چند آوارگرد، اوانگارد مانده است. اوانگارد چی، آوارگرد چی، هر جاش یک است. در بدری مردم آواره میگردند و زورتان به کمپیرهای
70 ساله و 80 ساله میرسد. اون هم کمپیر مشتیپری تاجیک. باوری کامل دارم. باوری دارم اگر یک کمپیر قرغیز نزدتان آید نفستان میگیرد. حیف شما. اکنون نوبت گزارش مختصر از خبرهای روز. در پستگاه نظارتی اویبک در سرحد تاجیکستان و ازبکستان 250 ماشین‌های بارکش جمع آمدند. در ماندن ماشین‌های بارکش بزرگ حجم فورا بر اثر آن به عمل آمده است که بر رانندگان لازم می‌آید چندین روز نتیجه تست از کووید 19 را انتظار شوند. بنا به اطلاع خبرگزاری فرگانه برای غذا در اینجا تقریباً 100,000 سوم نزدیک $10 در یک روز صرف شده. پول رانندگانی که یک هفته باز در اینجایند به آخر میرسد. غیر از این رانندگان مجبورند که در کابینه ها شب را روز کنند و وقتی هوا به حد گرم می شود در داخل آن بودن غیر امکان می گردد. در این موضع نزد سرحدی ماشین های کلان حجم بارکش با رقم های کشورهای ازبکستان و تاجیکستان، قرقیزستان و روسیه و ترکیه به مشاهده می رسند. یکی از رانندگان اصرار داشته است که قبلا نتیجه تست ها در مدت 12 ساعت یا دیرترش در ظرف یک شبانه روز معاین کرده می شد، لیکن حاضر آن تا 3-4 روز و زیادتر طول می کشد. هفته قبل نماینده ستاد مبارزه با کرونا ویروس ازبکستان حبیبالله اوکلوف اظهار داشت که پیشتر نتیجه های تست در مدت 5-6 ساعت معاین کرده شده. حاضر برای این از 1-2 روز تا 1 هفته منتظر شدن لازم می آید. در تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2020 شماره ثبت عقد نکاح و جداشوی عائله ها نسبت به همین دوره سال گذشته کم شده است. در این باره امروز ضمن نشست مطبوعاتی سعادت بیبی سیراجزاده سردار ریاست ثبت اسناد حالتهای شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان خبر داده گفت در 6 ماه اول سال روان نسبت به همین دوره سال گذشته ثبت عقد نکاح 3310 و ثبت بیکارکنی عقد نکاح 579 حالت کم شده است. این هم در حالی که به سبب خروج کووید 19 و در کرانتین قرار داشتن آدمان در بعضی از کشورهای عالم خشونت خانوادگی زیاد گردیده جداشوی عائله ها نیز افزوده است. سعادت بیبی سیراجزاده ذکر کرد که در دایره کووید 19 در کشورهای خارج برعکس جداشوی عائله ها به یک پروبلم گلوبالی تبدیل یافتند. با اندیشه کارشناسان سطح جهانی در چنین وضعیت حتی عائله های نمونوی آن اختلافاتی که در داخل 4 دیوار به وجود می آید ایستاده نتوانستند. خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان این حالت تشویش آور نبود. البته کم شدن ثبت عقد نکاح با یک مدت منع گردیدن توی‌های خانه‌دارشوی ربط دارد، ولی سبب کم شدن شماره جداشوی عائله ها را سردار ریاست ثبت اسناد حالتهای شهروندی سعادت بیبی سیراجزاده و بلند گردیدن معرفت عائلوی جوانان وابسته دانست. یک دیگر نافهمی، بی‌فرزندی، مهاجرت، بیماری و محکمه کشیدن یکی از همسران، وضع اقتصادی عائله، ناآگاهی جوانان از سبب‌های اساسی جداشوی عائله ها باقی می‌ماند. از روی معلومات جداشوی عائله ها از همه بیشتر در ولایت سوخت به نظر می‌رسد. جداشوی عائله ها در این دوره در ولایت ختلان 1230 حالت، در ولایت مختار کوهستان بدخشان 80 حالت، دوشنبه 931 حالت، ناحیه های تابع جمهوری 1321 حالت را تشکیل داد. در دوره حساباتی ثبت وفات 18777 نفر را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 1848 نفر زیاد است. به حالت 30 میلیون سال روان از نو به قیدگیری سیم کارت‌های علاقه موبیلی را با شناسنامه شهروندی جمهوری تاجیکستان نمونه سال 2014 در حجم 4,068,537 مشتری انجام داده است. عین حال استفاده برندگان علاقه موبیلی که تا حال سیم کارت هایشان با شناسنامه شهروندی جمهوری تاجیکستان نمونه سال 1996 در فعالیت می باشد و طبق ترتیب مذکور از نو به قیدگیری را نگذاشتند 2,957,293 عدد را تشکیل می دهند.
برای به قیدگیری سری وقتی سیمکارت‌ها بیماری سرایتی کرونا ویروس مانع ایجاد نمود. تبر الهام جان عطایف معاون سرداری خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروز ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد از نو و قیدگیری سیمکارت‌های مشتریان تا ماه فوریه سال 2022 تمدید کرده شده است. در 6 ماه سال روان در جمهوری تاجیکستان شماره عمومی سیمکارت‌های استفاده برندگان علاقه موبیلی 7,025,830 عدد را تشکیل می‌دهد. از آن جمله 5,325,978 عددشان مشتریان فعال می‌باشند. الهام جان عطایف در پاسخ به سوال‌های خبرنگاران عاید به سرعت اینترنت در جمهوری ابراز داشت که امسال سرعت اینترنت تا 2.8 گیگابیت سکوند بلند کرده شد. برای بلند گشتن سرعت اینترنت موبیلی تمام رجه کاری شرکت‌های موبیلی یعنی ایستگاه‌های بازوی باید پر را به 3G و 4G گذرانده شود. عین حال این روند نه تنها در مرکز بلکه در تمام جمهوری رفته ایستاده است و در این سمت تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. این هم در حال است که کاربران اینترنت مدام از پس بودن سرعت اینترنت و قیمت ترافیک شکایت می کنند. کاربران می گویند که سبب قیمت بودن و سرعت پست اینترنت اکثر وقت تماشای ویدیو امکان ندارد. با اون سطحی که شما میگید سرعت اینترنت در تاجیکستان اینقدر پست است. اینجا چند تا عامل هست. این از همه پیش جایگیری موقع گیوگرافی جمهوری وابستگی دارد. این بود مطلب هایی که امروز برایتان آماده نمودیم. برنامه های دیگر ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ادنکلاستیکی، توییتر، ساوندکلاود و کانتکت قابل دریافت است. در پایگاه پیام نقطه نت همه روزه از خبر و رویدادها گزارش داده می شود. تحلیل ها و مقاله های دینی و فرهنگی و سیاسی نشر می شوند. این همه محض برای شماست. امیدواریم پذیرایی خواهد شد. مرحبا با پایگاه پیام نقطه نت. تماس با ما توسط پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.